من نیومدم امروز راجع به اقتصاد کشورم بدی بگم. خیلی زشت آدم پشت سر مرده حرف بزنه. واقعا اقتصادی که من زنده توش زیر خط فقرم، ولی اگر دیمو بذارم تو بانک سود ماهیانش بالای خط فقره. یعنی مرده من از زنده من خوشبخت‌تره. من مستاجرم و دارم اجاره میدم مبلغی رو که وقتی من محصل بودم بابام باهاش خونه خرید. من ماهی خونه دارم اجاره میدم. عید هر یک دونه پسته 5000 تومنه و هر کیلوگرم گوشت گوسفندی 1 کیلوگرم اسکناس 1000 تومنیه. البته نگران نباشید، یخزده وارداتیش هست که میشه صف وایساد و به شکل قسطی خریداری کرد. ماشین نیست، گوشته که باید صف وایسیم و قسطی خریداریش کنیم. همه جای شهر رو که نگاه کنید مستقیما تبلیغ تن فروشیه. ولی نگران نکنید خودتون. راجع به اون چیزی که شما فکر میکنید حرف نمیزنم. راجع به فروش قرنیه حرف میزنم، کلیه حرف میزنم، کبد، مغز و استخون. حقیقت شما دارید بحث میکنید که میتونن اقتصاد رو درست کنن یا نمیتونن، اما از نظر من برخی از مسئولین وسط هستن که اصلا نمیخوان. میدونید چیکار کردن؟ دستور دادن که تو تبلیغات تلویزیونی مرغ نشون ندید. مردم میبینن دلشون میخواد. به این اعتقاد دارن که نگهداری از آدم گرسنه راحت تره. بعد ما این همه سختی رو داریم تحمل میکنیم، این همه مشکل داریم. برای چی؟ چون ما وابسته نیستیم. وابسته نیستیم. ما گوشتمون از برزیل و هند میاد، برنجمون از پاکستان و تایلند میاد، ما گردو از چین داریم میاریم. ما یه موقعی گرونترین اینا رو صادر میکردیم، الان ارزونترین و بیکیفیت ترینشون رو داریم وارد میکنیم. پس این خود تحقیری نیست. ما ملت محقری نیستیم که حقیر زندگی کنیم. چون تواناییشو داریم، چون منابعش رو داریم، شاکیم از این بحث. از مردم جمع بشیم، یک مجمعی تشکیل بدیم به اسم مجمع تشخیص مصلحت مردم.